این مادر دیگر به کوچه ده از سوراخی های دیوار می نگرد. از نگاه ها خجالت می کشد. او از بستر بیماری گاه برای هوا گرفتن بعد خالی شدن کوچه ها بیرون می براید. مدتی است این زن و شوهر از امداد فرزندان محروم ماندند و وسیله دریافت غذا از فروش گیاهای کوهی است که شمسیمد 63 ساله چیده می‌آورد. سبزماه 51 ساله با وجود 7 مراتب جراحی شدن به کمک شوهرش می‌شتابد. بچم تند 90 بود. 8 سال بود که در آسیا بود. سال 2008 مکتب بود. در مکتب تماشنیک سپارید. در گوار بود. در گوارش از سپارده نتونست قردی. نتونست گذارم بخشی. $400 بود. من مکتب غلطی گو که میرم و چرا سیاد کار میکنم میام در گوار نسپار مکتب تماشنیک میخونم. سواد خوب بود. امر یزدان پسر کلانی سبزماه و شمسیمد است. اولهای سال 2014 او از روسیه با خانواده در تماس شد و گفت که برای کار به آلمان می رود. گفتم بچه‌م خطا زار خریدی کشوی نکنی. گفت نه بچه‌م زار خریدی جانم. من با کدم سر حال زار خریدی. من 4-5 کالدو در نزدم که زار خرید کنی. ما زندگی پس میرم. اجازت شدم سخن ماج بچم خانه داخته. مددگار الله باشه بچم بودم رفت. 10 سپتامبر سال 2014 کارمندان کمیته امنیت به خانه سبزماه آمدند و گفتند که پسرش امر یزدان به سوریه رفته است. سبزماه میگوید که تا ماه دکبر سال 2015 پسرش به او زنگ میزد، اما از ماه دکبر به این طرف زنگ ها قطع شدند. چه قصه کنم بچه؟ قصه ما یک قصه است که قصه آسمانی. خیلی که در آسمان دیدم ما قصه را در آسمان دیدم. فرزند دومی او علی مردان نظرف که دانشگاه کولاب را ختم کرده است ماه ایون سال 2015 در استرفشن بازداشت شد. مقامات میگویند که او میخواست به سوریه سفر کند. دادگاه ولایت سوخت ماه دکبر همان سال علی مردان نظرف را بر پایه بند 401 قسم 1 قانون جنایی تاجیکستان یعنی زرخریدی به مهلت 10 سال زندانی کرد. ما دیگر چی زندگی دارم؟ هیچ زندگی دیگر ندارم. بچه هم زندگیم بودن. بچه هم وردگی میخوندن. دیگر چیکار کنم؟ هیچ کس دیگر ندارم. این بچه را کی بود؟ چیکار کرد؟ من نمیدونم. خود درستی هیچ کسی را نبود. تا نمیفهمم که چه خیر شده است. که یکون کس بیرش کرد یا که یکون کس یکون وعده دروغش کرد بودش. ما هیچی بچه خولیگان ندارم. بچه بیره نبود، بچه بیعقل نبود. و نموزم نمیخون بود. نیت قدر به این درجه به این دین و به این چیز سر کارم ندارم. نمیدونم یک باره چه خیلی شد که همون گفتن که نه رفت از سوریه. تقدیر الهی کرد نه که ما تقدیر میدونم، ما هیچ که نمیدونم. خداوند به جای بره خودش میبره، با اگه جای بگردونه بیاره خودش میگردونه. این زن و شوهر هر دو بیکارند و حق بازنشستگی هم نمیگیرند. به نظر می رسد که بعد فرار پسر اول به سوریه و بازداشت پسر دوم در راه به سوی خاورمیانه رویشان نمی شود که به اداره های دولتی روند و نفقه طلب کنند. آنها از معرکه های همسایه ها نیز کناره‌جویی می کنند و از نگاه های سؤال آمیزی آنها می گریزند. همی آدم که کم بغل شد یک همی پستی دکی زدی دست ترس نداشته باشی همه چی همی داشته باشی و بچم بای باشی بیا مردم بخواه خوبه همی مردم قشلوک ما انتایی همه میگد همه تانه میزنن نیکی آخه اینجای تانه نیست اینجای تقدیر است
این تقدیر من تا قنید در همه روزم هست تقدیر که بچه همه داری را بچه دیگه در یک رایدگاه می رود هر چی میشه تو 15 یکسی. قهرمان‌های قصه ما سبزماه و شمسیمت حالا می‌خواهند یک مقدار پول جمع کنند و به ولایت سوخت به دیدار پسرشان علی مردان نظرف روند که در یکی از محبس‌های این ولایت با جرم زرخریدی زندانی شده است. وقتی که دوها میشه با سوم نمیفروشه مینا نوک دوریم با توستی نخورا میفروشه. خداوند هیچ کاری سری نکن هیچ کس یگان فرزند بیره نکن کدام انسانی که نباشه خداوند فرزندی به عقلش بتاو به تمیزش بتاو